وصیت‌نامه نوشتن واجبه دیگه. آیه 180 سوره بقره میفرماد و شما واجب شده هنگام احتضار وصیت‌نامه بنویسید و نزدیکان و پدر مادر حقی است بر گردن متقین. پس پیامبر قطعا انجام شده. ثانیاً روایات زیادی داریم که وصیت نوشتن واجبه و روایات فراوان داریم که شهادت دادن ائمه اطهار که پیامبر وصیت نوشت. هوچیگری که عمر و جماعتش انجام دادن باعث شد پیامبر اکرم در روز پنجشنبه به شکل عمومی و علنی جلوی همه ننویسه که اگر می‌نوشت اختلافی در امت پیش نمیاد. برای کسایی که به پیامبر ایمان دارن وصیت‌نامه نوشت و اون وصیت‌نامه موجود در کتاب الهی شریف. پیامبر به خاطر حرف عمر از واجب الهی صرف نظر نکرد. به علاوه اینکه در روایات فراوان داریم که اصلا قائم مهدی با وصیت پیامبر شناخته میشه. از پیامبر نوشته و مهدی رو در اون وصیت‌نامه معرفی کرده. آقای فتحی سلام. طبق روایات معتبر شیعه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روز قدیر در حضور بیش از 120,000 نفر وصیت‌نامه‌ای رو خوندن که یکی از مهمترین بخشاش مربوط به ویژگی‌های امام زمان به عنوان آخرین حجت الهی هستش و حتی ایشون رو با لقب خاتم الائمه معرفی کردن. اما یه نکته عجیب وجود داره. چرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تو خطبه به اون مفصلی هیچ اسمی از مهدی نبردن؟ یعنی پیامبر یادشون شده بوده؟ یا شاید هم چون قرار نبوده بعد از امام زمان حجتی وجود داشته باشه پیامبرم معرفی نکردن؟ جالبتر این که حضرت زهرا سلام الله علیها برای احتجاج با مردم مدینه به حدیث قدیر استناد می‌کردن، نه به وصیت‌نامه‌ای که فقط در یک روایت خاص و مشکوک اومده. لابد ایشون هم از وجود اون وصیت‌نامه خبر نداشتن، یا شاید هم منتظر بودن یمانی بیاد و کشفش کنه. پس طبق نظر شما اولین کسی که به احمد الحسن ظلم کرد خود پیامبر بودن، چون اسمش رو توی قدیر نیاوردن. یعنی چی؟ یعنی پیامبری که مأمور بودن دین رو کامل برسونن یادشون رفته مهمترین وصیتشون رو علنی کنن. یا نکنه قرار بوده وصیت‌نامه مخفی 1000 و اندی سال بعد از زیر خاک در بیاد و فقط یک نفر خاص بتونه بخونش، اونم با رمز عبور مخصوص. راستش این قصه ها بیشتر شبیه فیلم‌های معمایی با پایان بازه تا یه عقیده محکم دینی. آقای فتحی شما رو به تفکر و تعقل دعوت میکنم.